یک بار خنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من در حقیقت وقتی که ما در ورزش صدقه‌آمیزی مردم رو یک حس مهر محبت و زمین طبیعت بیدار شوه و از جمله آمادگی به کار میگیرن. ما افتخار میکنیم و تمام مردم تاجیکستان رو با آغاز عید صمیمانه تبریک میکنیم و از آن در یک نوبت دعوت به عمل میآوریم که برای کارهای آبادانی و سازندگی حصه‌گذار باشند. انجمن آرای جشن بسازید که فرح و شادی، اصالت و آزادی، آبادی و فرخندگی را تا همیشه ایفادگر باشد. سیدی صدم در ملک تاجیکستان، ایده سیدی صدم در ملک تاجیکستان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندان. تاریخی دی صدم از دوره‌ی هوشنگ است، تاریخی دی صدم از دوره‌ی هوشنگ است، پیوستنش به خورشید و صوتی تار و چنگ است، پیوستنش به خورشید و صوتی تار و چنگ است. ایده سیدی صدم در ملک تاجیکستان، ایده سیدی صدم در ملک تاجیکستان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندان، خدا مبارکین عید خلقی چهره خندانه. جشنی صد احیا شد در کشوری تاجیکان، با مهری وطنداری، با فخر و فریشایان، با مهری وطنداری، با فخر و فریشایان.
نوروز است جشن صدای میغن بگذار فروزان باد آتش کدای میغن بگذار فروزان باد آتش کدای میغن جشن صدا احیا شد در کشوری تاجیکان با مهری وطنداری با فخر و فریشایان